سلام چطورین؟ چه خبره؟ امشب شب یلداست. راستی امشب شب یلداه. امیدوارم که یلدا یکی باشه. انشالله. فالات. مرسی. بابا بچه آخرش بخونیمش. آره آخرین شب انشالله. یعنی مثلا با من خبر تهران ندارم. من بودم. میگم شاید یه اتفاقی افتاد. یا نیویورک بودی شب. نه چه یه اتفاقی گوشم بود. بچه واقعا آخر یلداییه که شما گوشه لذت ببر از جوونی. عشق کن. خدایا. Be young and wild. بخونیم. لازم من شروع کنم. تو بخون. از سمت راست. معجزه‌ای در شرف حقوق است که همگان را به حیرت وامی‌دارد. برای پیروزی در کارها باید همین تلاش خود را به کار گیرید. معجزه‌ای در زندگیتان رخ می‌دهد که مایه تعجب همگان می‌شود. یادتان باشد رمز موفقیت سعی و کوشش است. من نیت من می‌خورم. واقعا من نیت نکردم که برداشتم. من به نیت ذهنی این نزدیکه واقعا. مثلا عاشقانه بود خیلی مرور. نه مال من نمی‌دونم شاید فکر کنم عاشق است. اینم من جمله اولی که خودم گفتم خودشه. رشته کار از دستتان خارج شده. بچه 2 روز کارآموزی می‌خوام. کارآموزی رو نمی‌رم. من نوشته که کار امروزتان رو به فردا موکول نکن. به خدا که خودشه. هرچند میدانید راهی که انتخاب کرده اید بسیار سخت و پرفراز و نشیب است ولی به خاطر نتیجه شیرینش تحمل میکنید. رحمت خداوند شامل حالتان میشود و خیلی زود به مرادتان میرسید و این از وفا و صداقت و ایمان حق‌جویی‌تان شد. شاکریم. نوبت منه. از زمانی که به دنیا آمدید تا آخر عمر خویش روی بدی را نخواهید دید. چهره و طینت زیبایتان ورد زبان ماست. پس چرا غمگین شده اید و اینقدر آشفته حالید؟ دست از قهر و کینه بردارید که فالتان بسیار فرخنده است. پیش قدم شوید، مژده‌ای به شما میدهند و حق وفا را به جا آورید. به من که خیلی میخورد. به من خیلی میخورد. یعنی اگه این فال من یه ماه پیش میگفتم گفتم دروغه. خیلی میخورد. به منم به خیلی نیتم میخورد. وای باورم نمیشه. مرسی از حافظ. این حافظ شیرازی تو کاشت هر روز. سن نوه. من مثلا قدیما چه میدونم بچه بودیم و اینا این مناسبت ها و این حالا آیین ها و اینها مثلا چون عیدا مثلا یه تایمای بدی بود صبح زود بود بعد مامان بابا بیدارمون می‌کردن گفتم بابا چی کار می‌کنید و اینا ولی الان که بزرگ شدم اینجوری هم که نه این آینا رو خیلی دوست دارم به جا بیارم. یه دلیل این که علاوه بر اینکه مال فرهنگمونه و ما باید پاس بداریمشون دلیل دیگه‌ش اینه که اینا یه بهونه‌ای هم برای دوره هم جمع شدن و تجدید دیدار کردن. از وقتی گوشه اومدم اینجورشون خیلی مناسبتی ترشون قبلا اصلا آدم مناسبت. آره راست میگم. همینطور و یعنی امشب یعنی داشتم فکر می‌کردم که چی شب یلدا رو تنها بمونم مثلا باید بیام بیرون باید برم. آره خلاصه که خیلی خوشحال شدم. من همینطور. اومدیم بیرون. ماما همینطور. خودتون زیباییتون باشید. بای بای.